سلام. حرف زدن میخواستی عالم باشه من حرف بزنم ولی خجالتون کشیدم. شما فکر میدم شما خیلی کار دارید ولی مامان میگن شما همیشه حرف همه بچه ها راحت بزرگترها رو هر جا که باشن هر چقدر که حرف داشته باشن میشنوی. خیلی دوستتون دارم از 10 بیشتر. اوقات دارم خواسته بود به شما بگم من همش منتظر شما. من هیچ کار بدی نمی کنم. تازه به همه بچه هم گفتن که کار دست نکنم چون شما ناراحت میکنه. بابا میگه اگه ما واقعا منتظر شما باشیم بعدش کار بد نکنیم و براتون دعا کنیم شما میاد. من واقعا بزرگ شدم که اسرارای شما باشم. بابا میگه اگه حواست به کارات باشه و کار بدی نکنی تو مردمون رو ناراحت نکنی و ایشون رو بیشتر بشناسی خودش یاری به شماست. من شبا که بیدار میشم تا شب همش دعا میکنم براتون پشت نمیای. راستی خیلی دوستتون دارم. الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائك في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.